بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی، باز حدیث قدسی که درباره ریا سخن می رود، خیلی که از ابی هریره روایت است. عن ابی هریره رضی الله عنه قال، از ابی هریره رضی الله عنه فرمودند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: قال الله تبارک و تعالی، الله تبارک و تعالی فرمودند: انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وفي رواية ابن ماجة: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. حدیث امام مسلم است و در این ماجه از ابی هریره روایت شده است. پیامبر اکرم از الله عز و جل میفرماید که من نیازی ندارم، بی نیاز هستم از انسانی که یک عملی را انجام میدهد و در اون عمل به من شریک میارد، در اون عمل به من شریک می‌ورزد. من بی نیازم از انسان مسلمانی که عملی را انجام می‌دهد، اون عمل برای من است و برای غیر من، یعنی هم برای من است و هم برای غیر من. لم اقبله منه، هرگز من اون عمل را از او قبول نمی‌کنم. چرا؟ برای که وی هم برای من و هم برای غیر من بود اون عمل. در روایت میگه که ترکته و شرکه، بل من او را ترک میکنم، همون عمل را برای همون انسانی که انجام داده برای همون ترکش میکنم، من او را قبول نمیکنم. همون عمل، من عملی که در اون اخلاص است و برای من، تنها برای من است، او را قبول میکنم. اون عملی که برای من و برای دیگر کس بود، او را من هرگز قبول نمیکنم. و در روایت دیگه میگه چی؟ فانا منه بری، پس من از اون عمل بیزارم، من از اون عمل بیزارم. و هو للذی اشرک، اون عمل برای همون انسانی که شریکش آورده است. برای همین ما باید عمل برای چی؟ برای خالص، برای خدا، در راه رضاگی خداوند باید انجام دهیم. یگان ذره در اون عمل باید چی نباشد؟ باید ریا نباشد، خودنمایی نباشد. چطوری که الله عز و جل امر میکند، ما را در کتابش و در سنتش امر میکند و ما را آگاهی میدهد که ما مقصدی ما باید چی باشد؟ عملی که انجام میدهیم عمل چی؟ برای خداوند باشد. و اونی که برای خداوند نباشد و برای غیر خداوند، برای خداوند و برای غیر خداوند باشد، اون را چی میگن؟ ریا میگن. الله تبارک و تعالی میگه او را از چی؟ از بزرگترین گناهان، بل از شرک بالله عز و جل می حسابد. همون یعنی که ریا را، خودنمایی را، از جمله شرک می حسابد الله عز و جل. چرا؟ برای که مقابل منافی چی است؟ اخلاص است، ضد اخلاص است. همون اخلاصی که انسان برای عمل کردنش باید چی؟ هر یک عملی که کند باید تنها برای خداوند. چطوری که الله عز و جل میفرماید: و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. بینه آیه 5. چی میگه الله عز و جل؟ و فرمان نیافتند جز اینکه الله را بپرستند. فرمان نیافتند، یگان فرمان غیر فرمان دیگه نبود، یک فرمان بود که امر بود که از جانب خدا که الله تعالی بپرستند. حال آنکه دین خود را برای او خالص کنند، عملهای خود را برای چی؟ برای الله خالص بکنند. و انسانی که خودنمایی میکند در حقیقت اون عبادت هایی که میکند، عمل ها و عبادت هایی که میکند، و خاص برای چی میکند؟ و خاص برای غرضی پست خود، یعنی برای یک استفاده بردن، یک به دست آوردن، تحصیل کردن به چی؟ به یک غرض و مقصدی پست خود، دنیوی خود. و عبادت را انجام میدهد به همون گونه‌ای که خداوند او را امر کرده است. در شریعت ما نیست. این برعکس، این همچون بازی است به شریعت اسلامی، همچون چی؟ تلاعب است به شریعت. و چی است؟ پستی و تحقیر کردن به مقام چی؟ به مقام الوهیت پروردگار، که انسان در عملش نه فقط برای خدا، باز برای آدمی یا که غیر آدمی یا که چیزی نباشد برای او شریک میارد در عملش. و گذاشتنی عمل را یا که همه امرها را در چی؟ در غیر جای خود. عمل را در جاش گذاشتی ای وای برای خدا بود، در غیر جاش که گذاشتی ای وای برای خدا و برای غیر خدا که برای غیر خدا گذاشته. و چی طوری که پروردگار عز و جل ما را آگاهی میدهد و یکی از نمودهای انسان ها را برای ما چی؟ چی میدهد؟ آگاهی میدهد و شرح میدهد و میفهماند، روشن میکند برای ما که آنانی که در نمازهاشون خودنمایی میکنند، آنها را به چی آگاهی میدهد؟ به ویل و هلاکت آگاهی میدهد. چطوری در سوره معون میگه فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهلاک بر آن نمازگزاران آنانی که از نمازهای خود در غفلتند. باز چی؟ الذين هم یراؤون، آنانی که چی؟ نماز را برای چی میگذارند؟ برای خودنمایی میگذارند. و پروردگار عز و جل بیان کرده است برای ما کسی که میخواهد به عمل خود حیات دنیا را
به عمل خود روز آخرت را نه، دنیا را میخواهد، الله عز و جل برای او در دنیا امون عمل انجام میدهد، امون ثوابش که در دنیا هست امون را میدهد و عاقبت او در روز قیامت چی است؟ عذابی دردناکی است، عذابی سختی است. برای چی؟ چرا؟ برای آن کی عمل را برای خداوند خالص انجام نداده است. من کان یرید العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هر کس همواره دنیای زودگذر را بخواهد، چون این نیست که هر چی بخواهد بیابد، بلکه هر چی را ما برای هر کی بخواهیم به سرعت در همین دنیا به او عطا میکنیم. آنگاه دوزخ را در حالی که نکوهیده و رانده شده از رحمت الهی واردی آن میشود برای او قرار میدهیم و در همین جا الله عز و جل در دنیا برای او که خواهد میدهد، در دنیا برای او شتاب میکند، آن سه که اجر او ثواب او را شتاب میکند. الله عز و جل ریا، خودنمایی را، انسانی در عملش خودنمایی و شریک می‌ورزد به خدا، یکی از خاص‌ترین صفات‌های نفاق، اهل نفاق، خاص‌ترین صفات‌های منافقان می‌گرداند. یعنی که یکی از خصلت‌های منافقان خودنمایی است، طوری که الله عز و جل سوره نساء میگوید و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس. هنگامی که بر نماز میخیزند، قاموا كسالى، با یک تنبلی، با یک خودکشی به نماز، خود را به نماز میبرند، يراءون الناس، ولی در همینجا خودنمایی میکنند، خود را نشان میدهند که آنها نماز میگذارند و در اصل آنها خودنمایی و ریا میکنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ریا را در بیشتری حدیث‌های خود آورده است و مذمت و ملامت کرده است. برای همین انسان باید از ریا بترسد، عمل را برای خداوند انجام دهد، تنها برای خداوند. چطوری که ریا، خودنمایی را معرفی کردند عالمان میگویند که ان تعریف الریا ان يقوم العبد بالعباده التي يتقرب بها الى الله لا يريد بها وجه الله عز وجل وحده بل يريد بها عرضا دنیویا ايا كان هذا العرض. ای انسانی که بنده که یک عبادت را انجام میدهد، به همون عبادت نزدیکی به خدا میجوید، نمیخواهد بر همون عبادتش که عملش به همون انجام دادن همون عملش راه رضایت خدا را نمیخواهد، تنها یعنی راه رضایت خدا را تنها در همون عملش نمیخواهد، ولی در مقابل الله باز همون عمل را در چی؟ برای یک غرض و برای یک پارچه از دنیا انجام میدهد. یعنی هم برای خدا میکند، هم برای پارچه از دنیا و هم برای بنده ها در دنیا. برای همین و اینجا فرق بین چی است؟ فرق بین ریا است، خودنمایی، و فرق بین سمع ریا این خودنمایی، سمع این یک کس شنوادن، یک کس که من فلان چیز فلانجا انجام داده، که فلان چیز انجام دادم، دیدن نه در شنویدن. فرق بین ریا و سمع چیست؟ میگه ریا بان الریا هو العمل لرؤيه الناس. ریا چیست؟ خودنمایی چیست؟ یعنی که تو عمل را انجام میدی که مردم ببینن عملی تو را، این ریا میشود خودنمایی. اما السمعه فالعمل لاجل سماعهم. پس سمعه چی است؟ سمعه ای عملی را انجام میدی که برای انجام میدی و هون آوازه میکنی که مردم بشنوند، فقط در شنویدن، دیدن نه. یعنی که ریا خودنمایی تعلق دارد به چی؟ به دیدن، فقط به دیدن، و سمعه به چی؟ فقط به شنیدن. طوری در حدیث امام بخاری میفرماید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم من سمع الله به، کسی که برای عملش انجام میدهد که برای مردم بشنوند، روز قیامت همون عمل را خداوند در بین مردم چی؟ برای همه میشنواند. یعنی که تو برای چی؟ برای عملی کردی که برای مردم بشنوند که تو عمل انجام دادی، پس همون روز قیامت در پیش مردم الله عز و جل چی؟ میشنواند برای مردم که این برای من نیست، برای مردم بود. و من یرائی الله به، کسی که خودنمایی میکند، عملی را در بین مردم انجام میدهد که مردم ببینند، اون روز قیامت چی؟ خداوند در پیش همه نشان میدهد که برای اون نیست. پس انسانی که عملی را که کرده است در دنیا خداوند او را نشان میدهد در بین روز قیامت در بین همه مردم، این چی شرمندگی است برای انسان. باز دوای ریا چیست؟ سبب هایی که انسان ریا میکند، سبب هایی که انسان بر ریا کردن وادار میکند یا که میبرد. طوری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم خبر میدهد، پیغمبر میترسید برای امتش از چی؟ از شرک الخفی میگفت. از شرک الخفی ریا بود. شرک الخفی شرک پنهان است. بیشتر از چی؟ یعنی که از شرک خفی میترسید بیشتر از چی؟ برای امتش بیشتر از مسیح دجال. یعنی حتی بین از مسیح دجال برای امتش بیشتر میترسید که چی بود؟ از عملی که شرک خفی بود. چطوری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرماید الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. آیا من برای شما خبر دهم یا که آگاهی دهم شما را به آن چیزی که بیشتر برای شما میترسم، که بیشتر میترسم برای شما از مسیح دجال. از مسیح دجال برای فتنه را یا که همین چی را عمل میترسم، از حتی از چی؟ از مسیح دجال بیشتر میترسم
میپرسم از مسیح دجال. قلنا بله، که خبر دیم. گفتم صحابگان گفتن که بله. قال الشرك الخفی، پیغمبر گفت که شرک خفی ای شرک پنهانی. ای چیز شرک پنهانی؟ پیغمبر با شرح میکرد که ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته لما یرى من نظر الرجل. مسلمان برای نمازگزاری میخیزد و نماز خود را آرایش میدهد، زیب و زینت میدهد. زیب و زینت چیست؟ سجده و رکوع دوامناک دراز طولانی میکند. در کدام حالت؟ در حالتی که میبیند که مردم او را نگه دارند یا که مرد او را نگه دارد. در این حالت او نماز خود را زیب و زینت طولانی میخواند، با تقوا فروتن میخواند. این چی است؟ این ریا، همین شرک خفی است که انسان برای خدانه و برای نظر کردن مردم به او چی نماز دوامناک میخواند، طولانی میخواند، با تقوا میخواند، پرهیزکارانه میخواند، فروتن میخواند. رواه ابن ماجه بسند صحیح. ابن ماجه روایت کرده است. این بود چی؟ یکی از سبب هایی که انسان چی انسان را به ریا میبرد. نفس انسان چی است؟ یعنی که آفریده شده است. به چی آفریده شده است؟ به همین طوری که چی را دوست می‌دارد؟ نفسیت انسان ستایش دوست می‌دارد. می‌خواهد که در دل مردم جای گیرد، که مردم او را ثنا و ستایش کنند. همین در نفس انسان جایگیر شده. بیشتری مردم خیلی می‌خواهند. برای این انسان باید پرهیزکاری کند، خودنمایی نکند. مظاهر ریا، شکل‌ها و صورت‌های چی؟ صورت‌های ریا خیلی می‌شود. گوناگون می‌شود که انسان گوناگون چی به همون وابسته به چی به عملش، عمل‌ها و عبادت‌هایی که می‌کند که گویا که به خدا نزدیک می‌شود. مثل که انسان می‌خواهد که مردم بیننش که وای در چی است؟ در بسیار یعنی که عبادت است و یعنی که سرخم است و بسیار عبادت میکند و سرپست است. مثل چی؟ مثل انسان خود را خیلی پجمرده میگیرد، خیلی لبان خود را چی میگیرد که یعنی که برای که دلالت کند، یعنی که روی خود را پجمرده و خود را ناتوان میگیرد که مردم گمان کنند که وای روزه‌دار است. یا که انسان همون پیشانی خود را بسیار در زمین میشکد که میمالد که برای اثرهای همون جای سجدهگاه اثر پیدا کند که مردم میگن که او این بسیار نمازگزار است. و ریا با زبان میشود، با تلفظ کردن و با زبان. مثل که انسانی که قصداً اظهار میکند که وای علم دارد، در وقت مجادله، در وقت بحث خود را نشان میدهد که وای علم دارد. برای چی؟ یعنی که وانمود میکند که وای چی علم دارد، ولی در که مردم فهمند که چقدر علم و چقدر برهان و چقدر دلیل آورده میتواند. این هم چی است؟ با زبان ریا کردن، خودنمایی با زبان و با چی تلفظ کردن. یا که انسان را میبینی که ذکر با آواز بلند میکند که دیگر مردم بینن او را، بگویند که او این مردی بسیار خیلی ذکر کن است، یاد کن است خدا را. خیلی گفتیم باز درباره نماز که خیلی نماز و سجده و رکوع زیاد میکند که چی خلاصه به حساب است، نمودهای ریا و صورتهای ریا و خیلهای ریا. چطوری که امام ابن قیم میفرماید رحمت الله علیه میگوید که و اما الشرك فی الارادات والنیات فذلك بحر الذي لا ساحل له. میگه اما شرکی که یعنی که خودنمایی که ریا در ارادات، در خواهش مردم است، در درون انسان، در خواهش مردم و در نیت‌های آنها است. شرک‌هایی که تعلق به چی دارن؟ وابسته به ارادت مردم و نیت‌هاشون هست. میگه مثل چی است؟ مثل یک بحر است که ساحل ندارد. بحر ساحل ندارد، بین تو این درجه وصف می‌تید. و قل من ينجو منه، و کمی از مردم که رستگار و کامیاب شوند. کمی از مردم است که از این بحر از شرک و ام بحری که در شرک و در نیت، یعنی که من عددی که مثل عدد یعنی که به اندازه و بیشتر خیلی زیاد است. میگه چی؟ کمی مردم نجات می‌یابند از ریا. کمی مردم، حتی صحابگان از ریای امین خفی می‌ترسیدند. چطوری که میگه العمل، عملی که برای غیر خدا انجام میدهی، برای غیر خدا که ریا میکنی، در اون عمل نمودها دارد. چطوری که امام ابن رجب الحنبلی میفرماید میگه اما ان يكون الرياء في اصل العباده كان يؤدي الانسان عباده بحيث يريد بها غير الله. اما میگه که اما ریا در اصل عبادت، ریایی که در اصل عبادت هست کدام است؟ همون ریایی است که ان يؤدي الانسان، مثل که انسان عبادت ادا میکند و با اون عبادت خود نمیخواهد مگر چی؟ بدر همون عبادتش خیلی خدا میخواهد، یعنی که همون عبادت برای خدا انجام نمیده، اصلا برای خدا انجام نمیدهد. او يريد بها الله عز وجل مع غیره، یا که در همون عبادتش خدا را میخواهد و دیگری از مخلوقان در همون عبادتش. فلا شک میگه فی ان العمل يبطل حينئذ. در همین دو نمود، یا که به غیر خدا باشد، عمل برای غیر خدا کنی، یا که برای خدا و برای غیر خدا کنی، همین دو نمودش عمل در همین دو نمود عمل انسان باطل میشود. عملی که انجام میدهد باطله و صاحبش میگه گناهگاره و روز قیامت به عقوبت کشیده میشه. اما ریا در اصل عبادت نیست. ریایی که خودنمایی که در اصل عبادت نیست، انسان عبادت انجام داده است، بل در اصل عبادت نیست، در وصف عبادت است. چه در وصف عبادت؟ مثلا یک انسان اومد نماز برای خدا میگذارد، 100% نماز برای خدا است، در نماز میدرد، نماز خواندن سر می. اما انسان میبیند که همون درکت نماز خوانده
نیست از تو میخواهد که چی؟ همون سجده و رکوع اینا رو کوتاه کند، قرائت هم کوتاه کند، کتاب خواند. پس در خاطرش میبیاد که مردم او را نگاه دارن، میخواد که همون رکوع و سجده را طولانی کند. برای چی؟ برای مردم نگاهش دارن. پس میگه در اینجا اصل عمل برای کی بود؟ در اول اصل عمل برای خدا بود. پس ناگهانی یک نیتی خودنمایی پیدا شد در اثنای نماز، یک نیتی خودنمایی پیدا شد، ریا. اگر که این یادی بود، یعنی که یک خاطرش آمدو، پس همون خاطره را چی؟ همون چرا دور کرد از خودش، همون همین فکری که برای ریا بود برای مردم دورش کرد و چی همون نماز دام دادن گرفت، همون چخلی که میخواند. این میگه ضررش نمیکند. اما اگر که در اون نمازش اومد و دید و همون نماز دوام داد، دید که مردم نگاش دارن با رکوع و سجود دوام داد، در این حالت میگه علما اختلاف کردگن، سلف نکوکارای ما اختلاف کردگن، آیا عملش باطل میشود یا که نه؟ آیا برای اصل عملش ثواب میگیرید یا نه؟ اونه که امام احمد میگه درسته، همون قولی که درست است و دیگر غیر امام احمد میگه، امام احمد میگه که عملش باطل نمیشه برای که اصل عبادتش، برای که نیتی که در اول بود چی بود؟ نیت برای خدا بود، ولی ثوابش در اول میگه چی؟ نیتش پاک بود، نیتش خالص برای خدا بود. میگه ولی همون عملی که انجام باطل نمیشه، عملش نیکی، عملش میگه ناقص میشود، عملش پر نیست، ناقص میشود به سبب چی؟ همون انجامی که داده است. پس میگه ولی در خطری بزرگی است که شاید خدا قبولش نکنه. نیکی میگه برای اصل عملش که چی بود؟ میگه چی میگیرد؟ ثواب میگیرد. اما انسانی که عمل انجام میدهد خالص برای خدا، پس الله عز و جل برای او یک ستایش نیکی در دلهای مردم میاندازد. پس برای همین خرسند و خوشنود و خوشحال میشود. مثلا انسانی که برای خدا همه کارا میکند، نیکی، خداوند در دل مردم دوستداری همون انسان یعنی میپرتاود، مردم را دوست میدارن، همین بنده خرسند و شاد میشود. این میگه ضررش ندارد. برای چی؟ برای که این از جانب خداست، این انسان یگان عمل ریایی نکرده است. در همین حدیث، در همین دخان حدیث اومده است که جاء حدیث ابی ذر عن النبي صلی الله علیه و سلم انه سئل عن الرجل يعمل من الخير. ابی ذر میگه النبی صلی الله علیه و سلم انه سئل، پیغمبر پرسیدن که عن الرجل، مردی که عملی خیر انجام میدهد و یحمده الناس علیه، و مردم او را چی؟ ستایش و سپاسگزاریش بکنند مردم. فقال تلك عاجل بشر المؤمن. این میگه همون مژده نیکی شتابی است برای مؤمن، خبر خوش تیزی برای مردم است. که حدیث در امام مسلم. ترک عمل برای چی؟ از بیم ریا کردن. یعنی یک انسان عمل ترک میکنه که برای از چی؟ از ریا ترسیده یک عمل را انجام میده، یک ترک میکنه. بس بگید بعضی مردم هست که از ریا میگریزد ولی در گناهی بزرگتر میزند، مثل که قول فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه میگوید ترک العمل من اجل الناس ریا. ترک کردن عمل، تو یک عملی را انجام داده است، مردم تو را نگاه دارن، تو همون عمل به همون خیلی که مثلا نماز میگیریم، نماز تو با رکوع سجده دراز طولانی میخوندی، اصلا تو نماز خوانی سر کردی و یک کس را نگاه دارد، یگان کار چی کاری نباشد، همون کار تو با همون یا که طهارت مثلا چی کاری نباشد، نماز میگیریم ازین، یعنی که قرائت دراز میکردی، سجده و رکوع سجده دراز میکردی. ترک عمل میگه برای مردم ریا است. حتی ترک عمل برای مردم که مردم ببینن تو عمل کردی، اما عمل ترک کنی، این ریاست، خودنمایی است. اینم مثل اینکه نماز میگذاری و با رکوع سجده دراز مدت و با همون همه قانون قواعدش، همه شروطاش، شرطهاش، پس میبینی که مردم تو نگاه دارن، پس نماز تیز میخونی، ترک میکنی، خیلی که عملی که دستوری و پیشتر میکرد همه رو ترک میکنی. برای چی؟ برای مردم نگاه دارن. همین هم ریاست. بعد همون عمل خیلی که انجام میدادی، عادت تو هست، همه رو بعدم خیلی انجام دی، ترکش نکنی. اگه ترک کردی ریا میشه. عمل کردن برای مردم این یک حکمتی است. ببین بزرگان ما چی میگفتن؟ والعمل من اجل الناس شرک. عمل برای مردم شرک است. یک عمل را انجام میدی برای مردم، برای خدا نه. والاخلاص ان يعافيك الله منهما. اخلاص میگه چیست؟ اخلاص همین است که تر خداوند عافیت بخشد از هر دوی همینها، یعنی از هر دو همینها تر عافیت بخشد. این معنای چیه؟ اخلاص داره که ترک عملی که ترک نکردی اخلاص است، عملی که برای خدا کردی اخلاص است. برای این اخلاص همین است که يعافيك الله منهما، خداوند تر عافیت بخشد از همین دو عمل دور کند. علاج ریا چیست؟ خیلی ما ریا را یعنی که علاج است از گریختن از چی؟ از ریا یا که دور شدن از ریا، که ترک کردن ریا. عمل میگه ریا خیلی چیزی چی است؟ خیلی دشوار است. برای چی؟ برای که بنیت انسان تعلق دارد، ولی همین است که احتیاج دارد به یک مشقت و یک تلاش، کوششی که انسان باید نفس خودش دارد، نفس خودش مبارزه برد. قولای کی را میاریم؟ قولای نیاگان گذشته ما را، نیاگان امت اسلامی را، سلف گذشتگان ما را. خیلی که امام احمد میگوید، یکی از زمانها امام احمد است رحمت الله میگوید که امر النیت شدید. ببین چی میگه؟ حتی امام احمد میگه که امر نیت خیلی سخت است، خیلی دشوار است. یعنی که انسان امر نیت چی؟ یعنی که انسان نیت داشتن و نیت برای خدا کردن میگه خیلی امری چی است؟ خیلی دشواری است که انسان به این با کوشش تلاش و مجاهده نفس خود به این برسد. امام سفیان ثوری چی میگه؟ ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی لانها تتقلب
اتغلب علیه، میگه که یعنی که مثل بگیم تبابت کردم یا که علاج کردم، سخت‌ترین چیزی که من او را علاج کردم، برای مبارزه بردم با او، سخت‌ترین چیزی که بود در حیات، میگه سخت‌ترین چیزی که من او را تبابت و معالجت کردم او چی بود؟ نیت من بود. نیت معنی که نیت درست کردن، معالجه کردن، سخت‌ترین چیز دیگه برای من بود. برای چی میگم؟ برای که وای تیز چی از یک پهلو به پهلوی دیگر میگردد، از یک پهلو به پهلوی دیگر تاب میخورد، یعنی که در تقلب است، متقلب است، از این سو به اون سو تیز تغییر مییابد. چه دل انسان است، ام دل انسان نیتش در دلش کی، برای این تیز میگه چی تغییر مییابد، تغییر یابنده تیز است نیت. امام یوسف ابن حسین چی میگه؟ اعز شیء فی الدنیا اخلاص، عزیزتر بزرگترین چیز در دنیا این چی است؟ اخلاص است. و کما اجتهد فی اسقاط الریاء عن قلبی، چی قدر من تلاش کردم و کوشش کردم برای چی؟ برای که همین ریا را از دلم دور کنم. چی قدر میگه تلاش کوشش کردم، ولکنه مع ذلك ليس بالامر المستحيل، ولی میگه چی با همه این دشواری ریا دور کردنش امر چی؟ امر مستحیل و امر دشوار نیست. اذ من المحال ان يكلفنا الله ما لا نطيق، امر ناممکن است که خدا ما را پاک از خدایی که ما را عهدهدار کنه به چیزی که ما طاقت او را نداریم، پاک از خدا هیچ وقت ما را بچی به چیزی که ما طاقت او را داریم عهدهدار نمیکند. ولذلك فان من الامور التي تعين العبد على علاج الرياء، آنچه که انسان کمک میکند که انسان به او دست زند و چنگ زند که ریا، یعنی که ریا را دور کند از خودش، میگه این چیست؟ این میگه استعانه بالله و تعوذ الدائم به، یعنی مدد از خدا خواستن و کمک خواستن و چی پناه بردن به خدا از ریا، دائما پناه بردن. در حدیث ابو موسی الاشعری چی میگه رضی الله عنه قال، فرمودند که خطبنا رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات یوم، روزی میگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما خطبه میکرد، فقال ایها الناس، ای مردم، اتقوا هذا الشرك، از همین شرک میگه بترسید، پرهیزکاری کنید، فانه اخفى من دبیب النمل. در حدیث از ابی موسی الاشعری رضی الله عنه فرمودند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما را خطبه میکرد، فقال پس گفت یا ایها الناس اتقوا هذا الشرك، ای مردم بترسید از همین شرک، این شرک خفی، همین ریا، فانه اخفى من دبیب النمل، و ای گفت چی است؟ ای ناعیانتر است، ناآشکارتر است از چی؟ از راهروی یک مورچه. فقال له من شاء الله ان يقول، پس گفت که کسی که خداوند خواهد نجات میدهد. فقال له من شاء الله ان يقول وكيف نتقيه وهو اخفى من دبيب النمل، گفت که چه خیلی ما پرهیز میکنیم از ریا، دور میشیم از ریا که وای ناعیانتر است از چی؟ از دبیب النمل. یا رسول خدا، گفت که پیغمبر چی گفت؟ قولوا، بگویید اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا ونعلمه، ای بار خدا به تو پناه میطلبیم از شرکی که ما به تو میکنیم و اون شرک ما میدانیم، از شرکی که به تو میکنیم او را میدانیم. اللهم انا نعوذ بك، پناه میطلبیم به تو، من ان نشرك بك شيئا، یگان به تو شریک میورزیم و میدانیم، و نستغفرك لما لا نعلمه، و چی طلبی پوشش گناهان، مغفرت گناهان میخوایم از تو با آنچه که شرکی که ما میکنیم و انجام میدهیم و او را ما نمیدانیم. برای همین حدیث امام احمد است، برای معرفت دانستن ریا و سببهای آن انسان باید چی؟ انسان باید پرهیز کند که بسیار ضرری به انسان دارد و عملی او کوشش تلاش میکند اصلا چی؟ برباد میرود. برای همین انسان او کوشش تلاش میکند، او زحمت میکشد، عمل انجام میدهد و در آخر اگر خودنمایی کنه در عملش برباد میرود. برای همین انسان کوشش کند که در عملش اخلاص کند، اما وقت اخلاص کند برای خدا، چه قدری که میتواند اخلاص کند، خداوند او را چی؟ از ریا نجات میدهد. و کوشش کند که همین دعا را بسیار بگوید، همین دعایی که از گفتیم اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه و نستغفرك لما لا نعلمه. و این بود خلاصه درباره ریا، الشرك الخفي یا شرک الاصغر. و بالله التوفیق و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.